این رقابت ها به مناسبت چهارمین سال روز پیروزی امارت اسلامی در کشور و با هدف شناسایی استعدادهای برتر سنوکر و ایجاد فضای رقابتی سالم میان ورزشکاران را اندازی گردید. مسئولان ورزش تاکید کردند که برگزاری چنین رقابت های می تواند نقش مهم در رشد و گسترش این رشته ورزشی در میان جوانان ایفا کند و فرصت برای معرفی چهره های درخشان سنوکر در شهر مزار شریف می باشد. دغه نننۍ لوبه چې د سنوکر په رشته کې دلته جوړه شوې ده په مناسبت د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ د څلورم کال د فتحې د ورځې په مناسبت جوړه شوې ده او په دې لوبه کې تقریبا 14 لوبغاړو شرکت کړی دی چې په دې کې به هغه کومې چیرې چې مخکې ځي هغه به معلومیږي او د بلخ لپاره به هغه په ټیم لپاره یو ټیم منتخب جوړیږي د سنوکر کلب لپاره. فدراسیون سنوکر تلاش‌های زیاد به خرج می‌دهد تا با برگزاری چنین مسابقات رشد استعدادها و شناسایی استعدادهای نرفته را وانمود بسازد. شماری از بازیکنان رشته ورزشی سنوکر در این ولایت با ابراز خرسندی از برگزاری این مسابقات میگویند که راه اندازی چنین رقابت‌ها گام مثبت در راستای تشویق جوانان و ورزشکاران به فعالیت در این رشته عنوان کرده خانه تداوم آن هستند. ما خرسند هستیم که همچون برنامه را توانستیم در این سنوکر کلب و در این مقطع زمانی و یک مناسبت خوب برگزار کنیم و این بر ما خیلی افتخار است و به خاطر کشف استعدادها، رشد استعدادها ما با همچون برنامه ها نیاز داریم. این مسابقات هدفش همین است که کشف استعدادها و پرورش او استعدادها و منظور شناسایی بازیکنان نخبه ولایت بلخ است و همچنان طوری که گفتم این یک مسابقه مناسبتی بود و ما با ورزشی که داشتیم این روز تجلیل کردیم. در پایان این برنامه از سوی مسئولان ورزش به شماری از جوانان مستعد و ورزشکار که در این مسابقات عملکرد درخشان از خود به نمایش گذاشته بودند تقدیرنامه ها و جام های قهرمانی توزیع گردید.